سلام دوستای عزیزم، هادی هستم با جلسه سوم آموزش لغات سطح آ1 زبان آلمانی برگرفته شده از 4 کتاب اشتودیو د شقیت شتارتن ویا برلینا پلاتس داف کمپاکت و منشن. لغت 21 دی وکابل به معنی لغت، واژه، کلمه. شکل جمعش میشه دی وکابل که شکل جمعش هست. Ich lerne täglich neue Vokabeln. Ich lerne täglich neue Vokabeln. من هر روز کلمات جدید رو یاد میگیرم. این سبزایی که اینجا میبینین اینا مثالش هستن و این کلماتی که اینجا پایینش هست به رنگ سفید اینا لغات وابستش هستن. Das Wort به معنی کلمه، Der Wortschatz به معنی دایره واژگان، Lernen یاد گرفتن، Die Übersetzung به معنی ترجمه. لغت 22 Guten Morgen صبح بخیر. Hast du heute Morgen gut geschlafen؟ آیا امروز صبح خوب خوابیدی؟ Hast du heute Morgen gut geschlafen؟ Guten Tag، این گ صدای ک میده. Guten Tag برای راحتی تلفظ. روز بخیر از ساعت 10 صبح تا عصر. Guten Abend عصر بخیر. Guten Abend عصر بخیر. Gute Nacht شب بخیر. Der Morgen صبح. Der Morgen صبح. اینا اگه دقت بکنیم به صورت عبارت بود ولی این یکی به صورت اسم هست. لغت 23 یک عبارت هست. Das ist به معنی این هست. Das ist kein Problem. این مشکلی نیست. Das ist kein Problem. Wer ist das؟ این کیه یا این کیست؟ Das sind این ده صدای ت میده. Das sind اینها هستند برای جمع هست. Es ist این هست برای توصیف مفاهیم کلی یا حالت ها. Hier ist یعنی اینجا است. لغت 24 یک عبارت هست. Was hören Sie؟ چی میشنوید؟ Was hören Sie gerade؟ Was hören Sie gerade؟ همین حالا چه چیزی میشنوید؟ Was hören Sie؟ Was sagen Sie؟ Was sagen Sie یعنی چی میگویید؟ hören Sie zu؟ گوش بدید. Was sehen Sie؟ چه چیزی میبینید؟ Können Sie das hören؟ آیا میتونید اون رو بشنوید؟ لغت 25 Was به معنی چه، چی، چه چیزی. Was möchtest du essen؟ چه چیزی میخوایی بخوری؟ Was möchtest du essen؟ Warum؟ چرا؟ Wie؟ چگونه؟ Wo؟ کجا؟ Wer؟ چه کسی؟ Welche؟ کدام. لغت 26 یک عبارت هست. هالو به معنی سلام. هالو zusammen سلام به همگی. Guten Morgen صبح بخیر. های سلام غیر رسمی هست. Guten Tag روز بخیر. گ صدای ک میده. زروس سلام در جنوب آلمان و اتریش استفاده میشه. موین سلام در شمال آلمان استفاده میشه. لغت 27 اودا به معنی یا اینکه یک حرف ربط هست. Möchtest du Tee oder Kaffee؟ Möchtest du Tee oder Kaffee؟ چای میخوای یا قهوه؟ Und و aber اما entweder oder یا beziehungsweise یا بهتر بگوییم این بی ست و وی که اینجا هست بیشتر حالت مخفف داره. این مخفف این کلمه هست beziehungsweise.
لغت 28م یک عبارت هست گوتن تاگ، روز بخیر. گوتن تاگ ich habe eine Frage. گوتن تاگ ich habe eine Frage. روز بخیر، یک سوال دارم. گوتن مورگن، صبح بخیر. گوتن آبند، شب بخیر. هالو، سلام. وی گیتس، حالت چطوره؟ لغت 29 در نامه یک اسمی هست با آرتیکل مذکر و شکل جمعش میشه دی نامن به معنی نام. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe deinen Namen vergessen. نام تو را فراموش کردم. فرنامه، نام اول. ناخنامه، نام خانوادگی. فامیلین نامه، فامیلین نامه یعنی نام خانوادگی. بنوتسا نامه، نام کاربری. و کنستلا نامه، کنستلا نامه، کنستلا نامه نام هنری یا نام مستعار. لغت 30 یک ضمیر هست ich به معنی من. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. من آلمانی صحبت میکنم. تشکر از اینکه ما رو مشاهده کردین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر سوال یا پیشنهادی داشتین میتونید تو قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.